سلام درود خدمت شما بیننده های عزیز، یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم در برنامه منبر توحید. جناب علی میلاد ابراهیمی را با خود داریم مهمان برنامه. خوش آمدید. زنده و سلامت باشین جناب بیات عزیز. سلام و درود خدمت شما همچنان بینندگان عزیز که ما را از دریچه منبر توحید بیننده هستند. تشکر، سلامت باشین. در قدم نخست میخواستیم صحبت داشته باشیم جایگاه تکنولوژی در اسلام. آیا خوب است یا بد است و چی فایده داره؟ بسیار خوب. در قدم نخست ما میخوایم یک تعریف از خود تکنولوژی داشته باشم و بعدا میایم روی سوال شما. ببینین، تکنولوژی عبارت از بکارگیری علم و دانش انسان برای ساختن ابزارها، سیستمها و همچنان ماشین ها برای آسان ساختن و ساده ساختن یک کار را برای شما تکنولوژی و فناوری میگه. حالا میایم روی سوال شما. ببینید، امروز ما در جهان زندگی میکنیم یا در دنیای زندگی میکنیم که تکنولوژی یا فناوری بخش جداناپذیر از زندگی ما شده. یعنی در تمام عرصه های زندگی ما از تکنولوژی استفاده میکنیم، چی بخوایم یا چی نخوایم. و ببینید، اولین آیت قرآن کریم که بر پیامبر ما نازل شد کلمه اقرا بود، یعنی بخوان. در این قسمت اسلام هم تاکید بسیار زیاده بر روی یادگیری علم و دانش داره و همچنان علم و دانش خودش، یعنی تکنولوژی خودش بهره گیری از علم و دانش می باشه. پس جایگاه تکنولوژی در اسلام مهم است. تکنولوژی خودش ذاتاً نه چیز خوبی است و نه چیز بدی است. در اسلام هم هر آن چیزی که هست، هر ابزاری که هست، این وابسته به خود شخص است که آیا در راه خوب یا در راه بد استفاده میکنه. تکنولوژی هم عین همین قسم است. ما میتونیم از تکنولوژی در راه خوب و همچنان میتونیم از تکنولوژی در راه بد استفاده بکنیم. مثلا شما تکنولوژی را به مثل یک چاقو مد نظر بگیرید. ما میتونیم از چاقو در راههای خوب و همچنان استفاده چاقو در راههای بد استفاده بکنیم. درست است؟ پس از این لحاظ تکنولوژی ذاتاً در اسلام نه خوب است و نه بد است و این هم بستگی به نحو استفاده یک شخص میتونه داشته باشه. دقیقاً. و از نظر شما مسلمان چگونه میتونن از تکنولوژی استفاده کنن؟ میشه یک شرح دهید؟ ببینین، از نظر اسلام مسلمانان میتونن از تکنولوژی بسیار استفاده زیاد داشته باشن. به طور مثال، امی اذان، وقتی که اذان داده میشه، امی صدایی که از بلندگوهای مسجد بیرون میشه، امی خود بلندگو یک نوع از تکنولوژی میتونه باشه که به خاطر راحت سازی انسان ها همچنان مسلمان استفاده شده میتونه. همچنان موبایل های امراه، سوشال میدیا یا رسانه اجتماعی، اینا یک پلتفرمی میتونن باشن، یک راهی میتونن باشن که مسلمانان از این طریق میتونن استفاده بکنن. خصوصا از موبایل میتونن که اینا قرآن کریم گوش بدن، تفسیر و ترجمه را مثلا میتونن برش گوش بدن و داشته باشن، یاد بگیرن و همچنان میتونن صنف‌های آنلاین برگزار بکنن به خاطر یادگیری علم و دانش. ما همچنان میتونیم که از سوشال میدیا و رسانه اجتماعی به خاطر کمک کردن به نیازمندان و مسلمانان دیگر استفاده بکنیم و همچنان میتونیم از تکنولوژی یا زمین موبایل های همراه و رسانه اجتماعی به خاطر برقراری ارتباط با خویشاوندان خود و دوستان خود در سراسر دنیا باشیم. پس از این لحاظ تکنولوژی میتونه که فایده های خوب به مسلمانان داشته باشه و همچنان مسلمانان میتونن که از نکات مثبت تکنولوژی بسیار خوب استفاده بکنن. تشکر استاد عزیز. آیا تکنولوژی، آیا اسلام برای ما کدام هشدار داده رابطه با تکنولوژی؟ بله. ببینین، اسلام در رابطه با تکنولوژی هشدارهای بسیار زیاد ما شما دادن. تکنولوژی اگر بیش از حد استفاده و مصرف شود میتونه باعث ضیاع وقت، باعث گناه، باعث ظلم و ستم به مسلمانان و همچنان غیر از مسلمانان شود. از این لحاظ هشدارهای خیلی زیاده و همچنان مسئولیت‌های خیلی زیاده ما و شما در قبال تکنولوژی داریم. ما باید تکنولوژی را قبلا عرض کردم برای خوب استفاده بکنیم، برای مثبت، برای رسیدن به علم و دانش، برای رسیدن به معنویت و همچنان استفاده مثبت از تکنولوژی. اگر ما بیایم یعنی تمام وقت خود را در تکنولوژی استفاده بکنیم یا ضایع بکنیم، پس دیگه کار شده میشه. از این لحاظ تکنولوژی، اسلام یعنی هشدارها و همچنان خط سرخ میان ما و همچنان تکنولوژی قرار داده. اگر ما پای خود از خط سرخ طرف واریم، یعنی ما یعنی دچار گناه شدیم. تشکر استاد عزیز.
در اخیر برنامه قراریم اگر کدام پیام دارین کامرا ها در خدمت است. خب پیام ما به تمام مسلمانان و به تمام جوانانی است که بیاین از تکنولوژی در راههای خوب همچنان در راههای مثبت استفاده بکنیم و از منکرات و نکات منفی تکنولوژی دور باشیم تا رستگار شویم. تشکر استاد عزیز. در اخیر برنامه قرار داریم تا برنامه بعد